ای زنان مسلمان، خدمت به شوق ثواب است، اما نمایش دادن آن در اینترنت برای تماشای مردم، این ریا، بی‌حیایی و شکستن حرمت زندگی خانوادگی است. امروز بعضی ها زندگی خود را مثل صحنه تئاتر کردند. ناخن شوهر را میگیرند، دست و پایش را میشویند، بعد نوار کرده به مردم نشان میدهند تا لایک و تعریف گیرند. اسلام زندگی عائله را برای نمایش نساخته است. در روایت مسلم آمده است پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند: بدترین مردم نزد الله در روز قیامت آن مرد و زنی هستند که اسرار زندگی زناشویی خود را پخش میکنند. حیا زینت زنی مسلمان است، نه کامیرا و تماشابین. هر کاری خوبی که تنها برای الله باشد ارزش دارد، اما وقتی برای مردم نشان میدهی ثوابش را بالیا سوزانده‌ای. و ای مردان، غیرت کجاست؟ چرا اجازه میدهید که زندگی خصوصی خانه‌تان به دست هر بیگانه برسد؟ مردی با غیرت ناموس و عائله خود را برای تماشای مردم نمیبرد. خانواده امانت است، نه کانتنت برای اینترنت.